درود به شما بینندگان عزیز. شروع میکنیم به پختن. همچنان که شما میبینید اینجا بالهای مرغ است. ما امروز تصمیم گرفتیم که ششلیک با بالهای مرغ البته در دخفه بکنیم. شروع میکنیم، یعنی اول نمک، دوم مرچ، یک قاشق نمک، یک قاشق مرچ و همچنین قرنفل شیرین، کوفته قرنفل شیرین و این خاکه سیر پیاز یعنی چسناک، زویا زوزه چند قاشق همچنین که میبینید شما، و روغن معمولی 2 قاشق تقریبا، ببخشید 3 قاشق. به هم میزنیم، آماده کنیم برای مرینوات و اینجا میگذاریم تا که گوشت در خودش بجبد و اینجا پیاز را هم و شربتی لیمو را هم. خوب دهانش رو میبندیم، تقریبا 4 ساعت میگذاریم تا که به خودش بگیرد. اگر بیشتر هم بگذاریم اشکال ندارد. خوب تمام شد بعد از 4 ساعت و میبینیم که الکی رنگ دیگر گرفت. واقعا در خود همون ما اشیای لازمه که آمیخته کردیم به خود گرفته است و اینچنین در سیخ‌های ششلیک میکشیم. شما میتوانید که بدون سیخ‌های ششلیک بکنید او فرق نمی کند و ما در سیخ‌های ششلیک کردیم. سنجش کردیم که چه لذتی دارد. واقعا هم خیلی خوشمزه بود. جای شما خالی بهترین بود. به این خاطر برای شما تصمیم میخوایم که نشون بدیم که چگونه کرده می شود. شما هم میتونید از این نوع خوراک لذیذ استفاده کنید و در داخل دخفه میگذاریم 250 گرادوس از 10 تا 20 دقیقه میگذاریم. میبینیم که همچنان میجوشد، یعنی خیلی رزولتت کار خوب است. یعنی ببینید که خوشمزه به نظر میرسد، واقعا هم خوشمزه هست. خوب آماده شد. انا همین شکل میبینید تمام. هر کس یعنی سلاتش رو هر خیل میکند. ما فقط یک پیاز رو گرفته با اون سرکه زدیم و در بالایش گذاشتیم میشود و بهترین بود. بهترین، خیلی خوشمزه بود. جای شما خالی. و این ویدیوی امروزه بود. امیدوارم که به شما پسند آمده باشد. تا ویدیوهای دیگر، خدا نگهدار شما. اشتیای تام.